ما جز مصرف‌ترین ملت‌ها هستیم مصرف اینا تو سر مردم هم بزن. آقا مصرفیم دیگه. نه خیر، کی گفته مصرفیم؟ شما ایران خودرو درست کردی 16 میسوزونه عزیز من. یه مجموعه رانتی درست کردی 16 میسوزونه 20 میسوزونه. خب اجازه بده لکسوس وارد شه 4 بسوزونه. حالا عرض می‌کنم. بعد مردم مصرفن. آقا چرا همه چی گردن مردم میندازی؟ عزیز من هممون مصرفیم، شما هم مصرف نخیر. هستید. چرا؟ شما ما ماشین زیاد مصرف شما می‌کنیم. ماشین گند دست ما دادی. آقا میزان ما مجبوریم این سمند آشغال سوارشیم 16 بسوزونه. خب من چیکار کنم؟ آقا 16 نمیسونه کمتر هم شما اولا سمن چند کشورها بعد با لکسوس یکیه. میگم به شما میگم دیگه اگه شما رانت بزرگی به نام ایران خودرو درست کردید. شما رانت بزرگی به نام ایران خودرو درست کردید بعد میگید مردم مصرفن. شما دارید این بلا رو سر مردم میارید. ببینید نایز من وقتی شما سوخت و مفت میدی هر چیزو مفت بدی توش اسراف میشه. الان میزان مصرف برق کولرهای ما باز میگه مفت از میزان مصرف برق کل مصر بیشتر است. خب ما اسراف میکنیم. این که دیگه همه دانشمندان دارن میگن آقا میزان سرانه دانشمند نیستن، اونا مالکشن، اونا مزدورن. مردم ایران چیزی ندارن بخورن که زیاد مصرف کنن. 7 دهک زیر خط فقرن آقا. اونا خط فقر چه ثروتمند 7 دهک ثروتمندان 1 دهکن. چی میگی؟ همون 1 دهکش به اندازه 7 دهک دارن. این دروغا چیه؟ دروغ شما داری میگی. آقا جون مردم فقیرن چجوری دارن؟ چجوری میگی مردم مصرفن؟ به خاطر تفکر شماست. مردم مصرفن. فقر اونا نتیجه تفکر شماست. چه تفکری؟ من امثال 30 سالش این تفکر شما حاکمه.